برادرای عزیز، بسیار یک چیزی حقیقتا نازک است. حضرت گفت ای جوانهای امتی من، هرگاهی که مقصد در شما امکانیت پیدا شود، یعنی امکانیت چی؟ امکانیت این پیدا شود که یعنی ما به سین بلاغت رسیدیم، دیگر امکانیت یعنی بازن همخوابگی را پیدا کردیم یا همون اشتهای زن در ما پیدا شد، حضرت میگه وقتی که اگر از عهده تأمین همین زنها، چه از مثال نفقه شد، چه از لباسه شد، چه از جای مثال منزل شد، هرگاهی که شما برآمده توانین شما زن بگیرید، شما زن بگیرید. هرگاهی که مقصد انسان زن میگرفته است، بین خوبی هاش حتی پیامبر نازنین در دوام حدیث میگه بسیاری ها میخواهند که سلامتی خود را برقرار نموده حجامه گیرند، ولی جای مناسب و باورناک ندارند. برای شما یک شانس بسیار خوب را پیشنهاد می‌سازیم. اکوی بختیار در نزد بازار صداباد آفیس حجامه خود را گشودند و اگر شما می‌خواهید که سلامتی خود را برقرار سازید، با این رقم‌ها زنگ زنید. حجامه به صد درد شما دوام می‌بخشد. مر الله را که همه قدرت و همه توانایی از آن اوست، حمد و ثنا و ستایش مر الله را که بهشت را برای بهشتیان و دوزخ را برای دوزخیان آفرید. و درود و رحمت بی پایان الله بر روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که همچون دعوتگر او را برای راست و برای حق آفرید. همچنان رحمت و درود و سلام بر روح جمیع آن اصحابی که حقیقتا کمر همت بستند و در دین خدمت کردند. برادران عزیز و خیلی گرامی، از نام خودم، از نام همه شما برادرها و نزدیکا، خاندان برادر خیلی گرامی من حاجی ویس‌الدین تبریک و تهنیت میگم و از الله مهربان دعاگو هستم که دائم در این منزل حاجی ویس‌الدین توی باشد، خرسندی باشد و الله مهربان کدوم این خواهر هم در این خاندان نیک خیر بگرداند و برادر ما حاجی ویس‌الدین حقیقتا برادران عزیز که از جناب پیامبر نازنین آمده است که بهترین مسلمان کسی هست که از دست و زبانش کسی آزار نمی‌یابد. برادر ما حاجی ویس‌الدین دارای این اخلاق خیلی زیبا و بسیار بسیار احترام بر یک هم اهل علم و هم انشاءالله و جمیع نزدیکا و همسایه ها دارند. خدای مهربان برادر ما را عمر دراز و ایمان کامل و خیر دنیا و آخرت نصیبش گرداند. برادرای عزیز و گرامی، الحمدلله رب العالمین که تا قریب ممکن یگان ساعت ها هم کشیده باشد ما و شما صحبت های خیلی خوبی را از داملا همون گوش کردیم. برادرها، من هم صحبت طولانی نمیکنم، فقط یک حدیث پیامبر مختصرا انشاءالله به خاطر که خدای مهربان این خیلی لحظه ها و این خیلی نشسته هم میدانیم که خیلی نادر شدگیه، خیلی کم که هست و همین خاطر که اینجا دارم یک حدیث یا یک آیتی را معنا نکنیم، این هم گویا خدا را خوش نمی آید گفتگی مردم واری. راوی حدیث برادرای عزیز حضرت عبدالله ابن مسعود هست. حدیث هم بخاری هست، هم حدیث مسلم است، هم بگیم از ابو داود است، هم نسائی است، همه کتاب های معتبر ما این حدیث میارند که حضرت عبدالله گفتند ابن مسعود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود یا معشر شباب
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. برادران عزیز و گرامی، پیش از این حدیث برای شما چگونه ای که دوستای خدا معنا کردن من بس هم شما رسانم و امیدم همینه که انشاءالله بعد گوش کردن شاید که ما و شما این سخنها را که از پیامبر نازنین ما و شما مقصد به ما رسیده است گوش میکنیم و اینها را یک دستور عمل حیاتی قرار میدیم. مقصد ما فقط تنها گوش کردن نیست برادران، مقصد ما همینه که وقتی آمدیم و محبت کردیم و اخلاص کردیم و گوش کردیم این را ما باید که در رفت زندگیمان تطبیقش کنیم برادران. پیش از این برادران جناب عبدالله ابن مسعود که یکی از بگیم پایه های خیلی مستحکم مکتب فقهی جناب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. ولی برادران عزیز و گرامی، این عزیزای خدا میگم برای آنی که در شما محبت پیامبر پیدا شود، یکی از آن چیزی که برای شما لازم است این دانستن حیات اصحاب پیغمبر است. ما برادران عزیز اگر از روزگذرانی صحابه های پیامبر اگر در کتاب ها مطالعه کنیم، حیات اونها را خوانیم، طرز روزگذرانی هاشون را خوانیم، اینجا دامله ها درباره زندگانی و درباره عبادت و وقتی گپ میزنند در اطراف اصحاب پیغمبر وقتی میخوانی هم خجالت میشه هم از بگیم مسلمانیت هم از عبادت هم در تو با یک بسیار یک محبت چی در پیامبر نازنین، چی در شریعت و چی در شخصیت های خود اصحاب پیغمبر پیدا می شود. برای این یک مصلحتی برادرانه برای شما همین است برادرها که ماها از حیات پیامبر اصحابش باید مطالعه کنیم. ما باید بدونیم که وقتی اینجا میگن حضرت ابو هریره ما باید بدونیم کی است. وقتی میگن عبدالله ابن مسعود باید ما بدونیم این نفرها کیا هستند. برای همین برادرای عزیز بسیار برای ما مهم است حتی بینیم که عزیزای خدا تا جای رسید دنیا به جای رسید که بعضی ها حتی صحابه های پیامبر حقارت هم میکنند. از این لحاظ ماها باید بدونیم که حتی نفرهایی که حقارت میکنند حکم اونها چیه و اگر ما مثال وقتی دانیم در شخصیت این عزیزای خدا بعد ما را درک ما میکنه، بعد مثال بسیار یک امون ناموس دینی من بعد بیدار بشود. تو اگر در اطراف مهنت زحمت یا ما چیزی نداریم برادرای عزیز ممکن که یک کس هم اگر یک گپی ناسزا هم بگد ما را او قدر درد مانم نکنه. گفت پیامبر نازنین فرموده بود است که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء. برادرای عزیز بسیار یک چیزی حقیقتا نازک است. حضرت گفت ای جوانهای امت من، هرگاهی که مقصد در شما امکانیت پیدا شود، یعنی امکانیت چی؟ امکانیت این پیدا شود که یعنی ما به سین بلاغت رسیدیم، دیگر امکانیت یعنی بازن همخوابگی را پیدا کردیم یا همون اشتهای زن در ما پیدا شد، حضرت میگد وقتی که اگر از عهده تأمین همین زنها، چه از مثال نفقه شد، چه از لباسه شد، چه از جای مثال منزل شد، هرگاهی که شما برآمده توانین شما زن بگیرید. هرگاهی که مقصد انسان زن میگرفته است بین خوبی هاش حتی پیامبر نازنین در دوام حدیث میگه که شما دیگر هیچ وقت
چشم به زنهای بیگانه دیگه هیچ وقت مقصد نظر نمیکنین. هرگاهی که شما زن گرفتین دیگه نگاه کردنی با شهوت از چشمای شما دور میشود و همچنان دیگر در شما ببین وسواسی که شما را به سوی زنا برد، هرگاهی که انسان زندار که میشید است مقصد دیگه این میل این خواهش دو پیدا نمیشید است. بعدا حضرت گفتن که اگر شما این امکانیت ها را پیدا نکردین شما روزه بگیرین تا مقصد همون شهوتی که از حساب غذا هست و از حساب خوردن است از همونا وقتی اونها که مثال خسته شدن دیگر در شما هیچ وقت شهوت شما را دقت نمیده. لیکن در اینجا یک نکته نازک برادرای همین است که ماها حرکت کنیم. ما وقتی در خارج بودیم بچه ها را میپرسیدیم همون مردم همون بگیم همون مملکت سیده میرفتن بعضیش زن نداشتن. ما علت چه میفهمیدیم که برای چی است؟ میگفت اولی راستی ما همون مبلغ و همون مقصد شرایطی که برای زنگیری باید پیدا کنیم تا حال مقصد هم به دست نیومد. برای چی؟ پیامبر نازنین ما گفت که ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت. همین بچه ما وقتی زن میگیره هرگاهی که اگر طعام زن تامین کرده بتونه لباس زن تامین. برای چی؟ پیامبر نازنین ما گفت که ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت. همین بچه ما وقتی زن میگیره هرگاهی که اگر طعام زن تامین کرده بتونه لباس زن تامین کرده بتونه اینها انشاءالله بعد زندگی را میفهمن به قدر زندگی میرسن. یکی از علتهای برادرای عزیز همین جدا شدن و طلاق همه بیکاری بچهای ما هم هست، کار نکردن فرزندای ما هم هست. برای همین شریعت وادار میکند. ببینید حتی حضرت داود علیه السلام برای ما در حدیث های پیامبر مثال میارد که کان داود علیه السلام لا یاکل الا من عمل ید. از محصول دست خودش میخورد حضرت داود. و کان زکریا علیه السلام نجارا. حضرت زکریا استا بود. حضرت ابو هریره حدیث میارد همه پیامبرها چوپان بودن. حتی پیامبر هم گفتن شما هم بودین و منم بودم که سوندای مکه را میچروندم. مقصد برادرای عزیز مشغول شدن به کار این بسیار در زندگی ما تاثیر خوب دارد. هرگاهی که اگر فرزندای ما کار نکردن اهمیت ندادن مقصد روزی دراز در خانه بیکار نشستن خواب خواهی نخواهی نافهمی در بین هم فرزندا پیدا میشه. برای همین حضرت تاکید کردن که ماها باید که حتما فرزندا را در همین مسئله هم باید حتما هر کاری کند. ولی شما میبینید که امروزا بچه ها تا جای رسیدن که اگر یگان کارکی را اگر بگویش مثال حتی با در کار شرم میکنن میگم ای کارا نمیکنن. انامین ها بیشتری وقت برادر عزیز از حساب آن است که ماها که خودمون تربیت نادرست کردگیم فرزندا را دیگه خیلی مقصد آموزاندگیم دیگر بعضی نتری کارها در دیگه ایزا میکشه. یعنی از همون کار نکردن مثلا کار کردن در همون کار نکردنش برای خودش مهم میشماره. از همین لحاظ این چیزا برای فرزندای ما خیلی و خیلی برادرای عزیز مهم است. خدا کنه که زندگی خوب برای فرزندا ان شاء الله. من بسیار داملا آگاهن امروز بسیار تشویش‌های زیاده در زندگی. بسیار همین مسئله های طلاق و مسئله های ویرانشوی زندگی در بین فرزندان ما بسیار وزبین رفته. برای همین حتما یاردم کنیم برادرها فرزندا را نصیحت کنیم نگذاریم تا مثال به خانه ویرانی و به این راه های بد بروند. خداوند عاقبت های هممون به خیر کنه. ایمانمون با سلامت نگه داره و برادر ما و ایسرین بازم خداوند خاندانش پر ای خوشی ها و خرسندی ها کنه و آن چیزی را که میشنویم خداوند توفیق منتهد که در آن میشنیدگی عمل کنیم و الله را همیشه دعاگو باشیم که حداقل در یک هفته یک بار کم باشد در یک حلقه که مثال پند نصیحت
در یک حلقه ای که قال الله و قال رسول الله های رفته در اوجا ما و شما اشتراک کنیم تا بعضی همون سیاهی ها و سختی ها و بعضی جهل غفلتی که برادرها در قلبای ما و شما هست در حالت شنیدن همه اونا از وجود ما و شما دور می شود. خدا رحمت کنه جناب جنونی را میگفت بیا ای دل چو کلبی کف با مرد خدا بنشین، گریزان شوز غافل با گروه پارسا بنشین. چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ طبیب حاذق را یافته نزد دوا بنشین. برادرای عزیز، اینهایی که برای شما پند میگن، موعظه میکنن، معنای حدیث و آیت میگن، اینها همون